برای آزادی. خب الان اگه یه شخصیتی رو تو ذهنتون هست که دوست داشتین صدای شما رو بشنوه، کیه و چی می‌خواستین بهش بگین؟ خیلی هستن. خب همین کسایی که توی اون ائتلاف اولی هم بودن دیگه، حامد، رضا پهلوی، خانم علی نژاد، خانم بنیادی بود. گلشیفته فکر نکنم نبود. ولی خب سوالی ندارم، فقط میخوام که یه ذره با هم خوب باشیم، یه ذره هوای همدیگه رو داشته باشیم. این جمعیت با این همه اختلافی که شما داشتین دوره هم دوباره جمع شدن، یه ذره دل سردمون نکنیم. سوالی ندارم، فقط این که گذشت دوران قهرهای مدرسه و جوانی. یه ذره شماها خواسته یا ناخواسته تو این جریان لیدرین. حالا یه سریاتون قبول دارن، یه سریاتون قبول ندارن، مهم نیست. شما تاثیرگذارین، اینفلوئنس میتونین بکنین آدم‌ها رو، این تحت تاثیر قرار بدین، با هم بیشتر دوست باشین. مرسی، خیلی ممنون. سوالی که بیشتر از همه تو ذهنتون میچرخه این روزا چیه؟ کی از شر این حکومت قاتل رها میشیم؟ آره دقیقاً مهمترین سواله. هموطنامون مثل انگار تو قفسن و ما خیلی ناراحتیم به خاطر این قضیه و امیدواریم که زودتر اتفاق بیفته. یه ذره بعید میدونم ولی امیدوارم زودتر بشه واقعا. چرا بعید میدونی؟ افتادنش که میافته. آره همون دیروزی داشتی، قطعیش که قطعیه، ولی کیش امیدوارم خیلی زود باشه. امیدواریم واقعا خیلی زودتر از این حرفا ما ببینیم. آزادی حق مسلم هموطنانمونه. به من بگی مردم باهوش و عاقل ایران چطور زیر این کثافتکاریای این ملاها میرن؟ چطور این آخوندا رو تحمل میکنن؟ چطور زیر این قوانین اسلامی میرن که فقط ساخته و پرداخته دست این ملاهاست و شیعه؟ دنیایی نیست که الان بخوایم رو دین ما پایه گذاری کنیم. دنیای علمیه، دنیای خرافی نیست. اینا باید به خودشون بیان. حالا من یه سوالی از شما دارم. اگر که ما که هیچ آمار رسمی نداریم، اگر مثلا 60% آدمای ایران به این باور و در واقع باورمند باشن به این قضیه، فکر میکنید راه برون رفتی هست برای ایران با وجود 60% آدم؟ سخته، خیلی سخته، خیلی سخته. همین مثلا امروزش نگاه کنید، تو ایران شلوغ بود، همه مردم تو خیابون نیومدن، میلیونی نیومدن، اومدن؟ نه. خیلیا نمیگم فقط به خاطر دینه، خیلیا میترسن، ولی مینلی نمیدونم این وحشت دینه که اینا رو از همه چی نگه میداره. شما دقت کردین رفتن کربلا چقدر پشت مرز موندن؟ خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه. من یه ذره احساس ناامیدی میکنم، فکر میکنم آخه با این رژیم به قول ایرانی‌ها تا دندان مسلح چطور ممکنه که اتفاقی بیفته؟ مردم ایران هم شعار خیلی میدن، تو خیابونا خیلی میرن، ولی اتفاقی که میفته اینه که بچه‌ها کشته میشن، یه 4 تا اعتصابات نمی‌کنن. الان چیزی که رژیمو بتونه بندازه اگر اعتصاباته که متاسفانه انجام نشده. من نمیدونم، ما هم که اینجا پیشکاره ایم، فقط سعی میکنیم صداشون باشیم، ولی خیلی فکر نمی‌کنم، نمیدونم به خدا، یه ذره ناامیدم. مرسی، خیلی ممنون که مشارکت کردید. مهمترین سوالی که ممکنه همه ما از خودمون تو این جریان بپرسیم اینه که چه کاری از دستمون برمیاد. پاسخ احتمالی دارین براش؟ آیا؟ خب مهمترین قسمتی که در واقع میتونه پاسخگو باشه برای یه چنین سوالی اینه که آدم ببینه که جمعی که باشونه اونا مثلا دارن چی کار میکنن، با پیوستن در واقع به اون جمع‌ها باعث بشه که جمع قوی تر بشه. هر جمعی که مثل این گرد همایی و مثل این راهپیمایی و
اینا باشه خب سعی می‌کنم شرکت کنم. بالاخره ما انتخاب کردیم که از اون کشور بیایم بیرون ولی هنوز ایرانی هستیم. هر کاری از دستمون بر بیاد باید انجام بدیم. اگه سوالی داری بده. سوال خیلی اصلی اینه که چیکار میشه کرد؟ اینو مدت هاست بهش فکر میکنم که بشه بین کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن اتحاد برقرار کنه. خیلی بهش فکر میکنم که نقش خودم چی میتونه باشه، چجوری میتونم این کار رو انجام بدم یا بدیم و این اتفاق کی میفته. واقعا مردم ما اینقدر تنها هستن، چقدر باید تلاش بکنن تا بتونن موفق بشن. یعنی شما فکر بکنید میبینید که همه دنیا با وجود تمام شعارهای تو خالی و پوشالیشون مردم ما رو تنها گذاشتن. برای من بزرگترین سوال اینه که واقعا با این تنهایی چقدر ما باید بها بدیم، چقدر ما باید جون بدیم، خون بدیم تا بتونیم به اون هدف نهاییمون برسیم. حالا مهمترین سوال این هستش که آیا جمهوری اسلامی رفتنیه یا اینکه نه، یعنی این سر و صداهایی که مردم میکنن چقدر موثره برای رفتن جمهوری. سوال مهمتر از اونم اینه که آیا جامعه ایران آماده دموکراسی هست یا نه، یعنی اینی که میره بدتر میشه یا بهتر میشه. به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. من قبل از اینکه سوالمو عوض کنم اول میخواستم بپرسم که دموکراسی یعنی چی؟ به نظر شما آیا میدونن مردم اصلا دموکراسی یعنی چی؟ اینم سوال آسونی نیست. سوال خیلی سختیه. دموکراسی یعنی آزادی بیان داشتن. آزادی یعنی چی؟ آزادی در واقع توی کشورهای دموکراتیک آزادی اینجوری تعریف میشه. آزادی مادامی که شما خودتون رو هارم نکنید، دیگران رو هارم نکنید، دیگران و در واقع محیط زیست رو، یعنی محیط زیست شاملش هستش. هر کاری که دلتون میخواد و میتونین انجام بدید. حالا این آزادی در واقع توی کشورهای دموکراتیک به خاطر اینکه هر کس نیاد براش تبصره بذاره یه تعریف براش میشه، همه اون رو در واقع طبق اون تعریف عمل میکنن. ولی آیا این تعریف برای ایران و جامعه ایران جا افتاده است یا اینکه ما فرهنگ ما یه چیزی وجود داره که تبصره زیاد میکنه؟ آیا اون تبصره ها آیا جامعه ایران آمادگی داره که معنی واقعی آزادی رو درک بکنه و اونو اجرا بکنن؟ این سوالیه که همیشه تو ذهن من هست. خیلی ممنون. فکر میکنید کامیونیتی ایرانی که اینجا دارن زندگی میکنن مفهوم واقعی دموکراسی رو درک کردن با اینکه دارن توی کشور کاملا دموکراتیک زندگی میکنن؟ من صرف کامیونیتی ایرانی خیلی نمیتونم حرف بزنم، ولی به نظر میاد که هنوزم ماها حتی تو این جامعه که اینقدر جامعه دموکراتیک معروف، یکی از جوامع معروف دموکراتیک دنیا هستش، هنوزم نه. یعنی همین که اینقدر سرکله هم میزنیم، هر کسی دسته خودش درست میگه و میخوان دیگران رو متقاعد کنن که من درست میگم، این دموکراتیک نیستش. این جامعه دموکراتیک نیست. جامعه دموکراتیک که به دیگران احترام بذاریم، به خواسته دیگران احترام گذاشته بشه و این کمتر تو جامعه. البته من جامعه دیگر رو نمیشناسم، کالچرهای دیگر رو نمیشناسم، کالچر ایران یکم ضعفش دیده میشه. خیلی ممنون از اینکه مشارکت کردین. شما هم میخواین چیزی بگین؟ تصویرتون رو بگیرم؟ خب شما هم یه لایکی بدین که من بدونم تصویر. سوال من اینه که ما چه پلانی داریم برای اینکه اگر که جمهوری اسلامی بره آیا برنامه‌ای داره کسی هست که واقعا بتونه این انقلاب به دست ایران به نتیجه خواهد رسید گاورن دموکراتیک میتواند رسیدن آینده روشن‌تری همه دوست دارن که اینا برن، واقعا اونقدر به مردم فشار اومده که همه فکر میکنن که باید بره ولی خب کی بیاد؟ آیا ما باید اجازه بدیم که بازم یکی یک گروه زورگوی دیگه بیاد بگیم که کشورهایی که دور بر اون هستن و کشورهای دموکراتیک هستن آیا میتونن دخالتی میخوان بکنن؟ چه دخالتی میکنن؟ آیا این دخالتی که بکنن یه
گاورمنت جدید بیارن آیا به نفع مردم ایران هست یا به نفع خودشون؟ فکر کنم یکی از سوالای مهم اینه که ما فکر کنیم ببینیم که در حالت ایدئال این کامیونیتی خارج از ایران چه جوری دوست داشتیم که باشیم با هم. یعنی خب بالاخره نظرات متفاوت سیاسی وجود داره، خیلی هم بعضی هم خیلی سخت و سخت چسبیدن و خب اتحاد و همدلی و نه به نظر خیلی سخت میاد. مثلا من اینکه بیشتر ما حرف میزنیم تا سوال بکنیم و گوش بدیم جواب سوال. شاید فکر کنیم ببینیم واقعا چی میتونست ایدئال باشه و بعد ببینیم شاید بشه یه قدمایی برداشت از شخصی یا هر کدوممون برسیم به اونجا. خیلی خوشبینانه است، خیلی واقعا خوشبینانه است، ولی خب اگه ندونیم کجا میخوایم بریم شاید حتی ندونیم هم که چه قدمی میخوایم بریم. یه سوالی که الان به ذهن من رسید اینه که شما فکر میکنید چی شد از اول اکتبر تا الان؟ من اون موقع که رفتم تظاهرات احساس کردم عجب همبستگی، عجب اصلا اون همه آدم دیده بودم، واقعا سورپرایز شده بودم. اتفاقا همینجوری هم با موبایلم یه دوره افتادم ببینم واقعا فکر میکردن یه همچین همبستگی بین ایرانیا باشه. فکر میکنین چه اتفاقاتی افتاده از اون موقع تا حالا؟ والا فکر کنم هممون هنوز داریم پروسس میکنیم که چی شد، از حالا کولیشن بالاتر بگی تا آدمای روی زمین، یعنی منظورم آدمایی که تو تظاهرات بودن و شرکت کردن. نمیدونم، شاید اینکه شاید هنوز ما البته خیلی حرف تکراری کلیشه است، ولی خب هنوز واقعا درست یاد نگرفتیم دموکراسی یعنی چی. و اینکه یکی حرف میزنه من نوعی میخوام بکشمش پایین از تریبون حرف خودمو بزنم و بعد متاسفانه از هدف اصلی که در واقع در برابر دشمن اصلی بود رسیدیم به دعوا مرافعه‌های شخصی و جناحی و سیاسی. و حتی مثلا اینجا همین امروز تظاهرات، خب من دیدم که یه عده دارن شعارهای رضا پهلوی رو میگن، اون یکی آورده میگه نه سلطنت نه فلان. خب هر دو تا ایناش به نظر من هیچ موضوعیتی نداره، میدونی؟ خب یه عده سلطنت دوست دارن، حالا اصلا بس غلط و درستش نیست. یعنی شاید باید یه خورده نمیدونم باید پیشنسمون تصویر اینا خیلی میفته، پیشنسمون چه صبرمون گوش کردنمون شاید بیشتر باشه، چون واقعا هنوز خیلی مونده برسیم به اون که ببینیم مثلا چی میخوایم برای ایران. اول با شر اینا که هستن خلاص شیم و این واقعا به جز اتحاد ما هم امکان نداره. همش کلیشه است، همش تکراری حرفا، ولی من نمیدونم واقعا غیر از این چی میتونم بگم. ما داریم توی کشور دموکراتیک زندگی میکنیم. همین الان برگردیم به سازمانایی که توش هستیم، کامیونیتی که توش هستیم، خیلی چیزا رو رعایت میکنیم. چرا به کامیونیتی ایرانی‌ها که میرسیم دور هم جمع میشیم دوباره انگار همون چیزایی که تو ایرانه، دوباره همون تمرینایی که قبلا داشتیم و میایم انجام میدیم، به جای اینکه آموزه هایی که اینجا یاد گرفتیم رو به کار ببریم. درسته. این به نظرتون دلیلش چیه؟ شاید برای اینکه به هر شکل اینجا کشور میزبانه و ما دیگه بخوایم و نخوایم مجبوریم یه سری چیزا رو مثلا رعایت بکنیم و حتی یادم میگیریم، ولی با هم که میافتیم دوباره برمیگردیم به اینکه با حرف من درسته، هر کی مثل من فکر نمیکنه قطعا اشتباه داره میگه، میدونی چیزای این مدلی. چون من دوستانی دارم من هر دو، حالا من میگم در مورد سلطنت چون اون خیلی، نه حالا سلطنت، شخص رضا پهلوی اون خیلی باعث شده که ملت خیلی نه خودش ها، منظورم حواشی دور خودش، و من دوستانی دارم از هر دو طرف که یعنی اصلا حاضر نیستن گوش بدن این که خب شاید حالا این درست، مثلا این روش ایشون درست نباشه یا اون، و یه سری که اصلا حاضر نیستن حرفشو بشنون. میدونی خب این یعنی اگه قرار باشه انقدر دوم باشیم چه تفاوتی میکنیم با جمهوری اسلامی؟ بماند که همه اینا اصلا حاشیه است، یعنی متن اینه که ما اول از شر جمهوری اسلامی خلاص شیم. نمیدونم، شاید به هم که میافتیم دوباره شاید فکر میکنیم خیلی میدونیم و حتما من بهتر میدونم دیگه از بقیه، ولی شاید با همکارای غیر ایرانیمون توی سازمان احساس کنیم نشه اونجا اونا بهتر بدونن. یه حالت مثلا شاید عدم اعتماد به نفس کوچولو یا اعتماد به نفس کم داشته باشیم، همه مهاجریم دیگه جورایی. شاید مهمترین سوال اینه که چرا این همه گروه‌های مختلف هستن و بعضی موقع به نظر میاد زیاد با هم نمی‌سازن. الان هدف اصلی رو
بعضی ها به نظر میاد فراموش کرده باشن و بیشتر بعضی ها، البته همه نه، تعدادی هستن که بیشتر ذهنشون روی اختلافات با هم دیگه است تا اون هدف مشترکی که دارن باید داشته باشن. این مشکل مهمترین مشکلیه که الان تو ذهن من هست. احیانا راه حلی براش به ذهنتون میرسه، اگه نه اصلا مشکل نیست، چون سوال سختیه به هر حال. ولی احیانا چیزی احیانا اینه که به هر حال هر گروهی، تمام گروه‌های مخالف باید فکر کنن که مهمترین چیزی که میخوان از این جنبش چی هست. ایجاد یک مملکت آزاد هست، حالا با هر گرایش حکومتی که بعداً میخواد داشته باشه، ولی هدف اصلی چیه؟ هدف اصلی اینه که وضع عوض کنن، این وضعیت اسفناکی که همه مبتلا بهش شدن رو عوض کنن و بعد به فکر حالا گرایش‌های خودشون باشن، هر گروهی برای خودش، ولی هدف اصلی رو نباید فراموش کنن که چی هست. تمام گروه ها. این چیزیه که تو ذهن من خیلی هست و باعث نگرانی هست. البته نگرانی که باعث خوشحالی رژیمه. رژیم خیلی خوشحال از این موضوع که گروه ها با هم دیگه هماهنگ نباشن. خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه مشارکت